فقط میخوام یه بار دوست دختر این آقا رو ببینم که بفهمم چه کار خوبی کرده که این آقا شده دوست پسرش. حالا قضیه چیه؟ اینکه یه آقای اومد پیشم و گفت میخوام برای دوست دخترم یه خونه بخرم. منم بهش این خونه رو نشون دادم. بیاید که با هم بریم ببینیم. چرا این خونه رو معرفی کردم؟ گفت که خونه نقلی و تمیز باشه. راستی گفت حتما آسانسور داشته باشه چون یه وقت دوست دخترم خسته میشه. گفت که مهم نیست پارکینگ نداشته باشه چون همه جا خودم میبرمش و نیاز به پارکینگ نداره. براش مهم بود که اتاق خوابش حتما استاندارد باشه و تخت 2 نفره به راحتی داخلش هم جا بشه. از همه مهمتر این که اتاق خوابش هم یه کمد سرتاسری داشته باشه چون میدونست دخترها یه عالمه لباس دارن و هیچ وقت جایی براشون کم نیست. راستی گفت حتما یه تراس هم داشته باشه، وقتی که روز سختی رو میگذرونه یه فنجون قهوه بگیره و بشینه تو تراس و به آسمون نگاه کنه. حالا شما هم این ویدیو رو بفرستید برای پارتنرتون که میخواید براتون یه خونه نقلی و شیک بخره.